که برف می اومد در حال اومدن بود. الان در حال حاضر کولاک شده و بعد کولاک حالا این فیلمو براتون گرفتم که مشاهده کنیم وضعیت چجوریه. همینجوری که میبینید جلو کندو ها اکثرا بازه و برف رو به این صورت جمع کرده بعضی جاها. دوستان عزیز، این کولاک باعث میشه که آبهای زیرزمینی زیاد بشه. به این صورت حفره ایجاد میشه و زنبورا سالم میمونه و این اگه بیاد دما -20 بشه احتمال داره که اون جلو کندوها که کیپ شده باشه یخ بزنه و باعث حساب ضرر زنبوردار بشه. پس الان خطری نداره چون حفره ایجاد شده به این صورت، چون کندوها که یه خورده حرارت دارن فاصله ایجاد میکنه و همینجوری که مشاهده میکنی اکثرا روی حلبا باز شده. چرا؟ چون معلومه که تخم ریزی رو کم کم شروع کردن. این وضعیت منطقه ما. ببین اگه الان این کندوها رو باز کنیم احتمال داره که زنبور به این صورت بیاد بیرون و اینجوری آلاسکا بشه. یه همشون لاینن با کیفیتن، واقعا آدم حیفش میاد. پس چجوری شد برنامه؟ اگه برف جلوی کندو باشه و یخ نزنه اون چیزی که من میگم باشه مشکلی ایجاد نمیکنه این برف. آره اینا رو باز کردم بچه، گفتم باز نکنیم، بذاریم باشه این دما که -20 میشه این رد بشه، بعد اون اینا رو باز کنیم. آره من چند تا فیلم گذاشتم در رابطه همین که چجوری بذاریم چه زاویه‌ای باشه، قشنگ اینا رو توضیح دادم بهتون، فاصله ها چقدر باشه اینا. خواستم این کلیپ هم بگیرم بهتون توضیح بدم. این برف نعمت الهی است، مخصوصا برای کشاورزا، برای زنبورداران. آره این معجزه کرده، خدا رو سپاسگزاریم. این وضعیت تا برج 11 کندوها جای سردسیره، بعد اون میبریم جای گرمسیر. پس این استراحت زنبور، این خوشه زنبور باعث میشه که نتیجه رو تو فروردین ماه ببینیم، نه الان.